غلام بله شانه من پیدا کن. شانه تان؟ آه اینه به تنه تان چسبیده. والله شانه مویم میگم شانه مویم. شانه مویه؟ حال دستی پیدا شد. کجا رو میپری؟ مثل اون روز که چند روز شانه تان گم شده دستای مویه تان پیدا شد. چی میگی؟ گفتم پیدا کن شانه را. حالا من گم کرده بود پیدا کنم. خیلی گم کرده پیدا کن دست. میشه لیلا گرفته باشه میره. لیلا صدا کن لیلا را. من اگه لیلا رو صدا کنم کدیم جنگی میشه خودتان صدا کنم. لیلا بله مادر جان. شانه مرا پیدا کن. چی را؟ شانه را. اینه مادر جان کورشم مگه دیده باشم کی میگه که ما گرفتیم که ما چشمایش براتون بکشم. اینه غلام میگه که تو گرفتی. غلام میگه ای مادر جان صدقه سرت شم این نمیفهمی که چقدر دروغ گوید ما براتون باشیم که خیلی بگویم این خود دروغ میگه اون روز مادر جان که شما نبودید اینه می غلام جان من. راست میگه. ما میگم اون روز که شما خانه نبودید خانه رو جارو کردم. دروغ اون روز که شما نبودین اینه می رفته و تاق خواتان الماری رو واز کرد. راست میگه اون روز الماری تان رو جمع کردم کلاکای تانه دروغ امو درشی سیای نوتان که از مادر جان امو درشی سیای نوتانه امو پیرانتانه راست میگه درشی نوی سیاره میگه باز کردم دروغت بود سوزا درشی سیای تانه بوتای تانم پوشید درشی تانم پوشید نکتای تانم پیران تانم اون از اونو چیز عطرم زدک باز اینو سرگسه گرفت دست خود خوب آدرد باز سلامتی میداد مادر جان اینمی جانم هست. تو چرا لباسه مرا پیش بودی؟ دروغ بگه خیال خود کرده اون روز که شما نبودید خانه نی؟ شما خانه نبودید از همشیره تانه برو تو شیره گفتی ما هم میگم کلا همشیره تانه گرفته و پوشیده بود او دامن هم پوشیده بود جمپر هم پوشیده فقط مثل که موی شبجوال کنی نمود تو بالا میشد بازم بود دستکول هم تو گرفته بود ایده تو باسون میده تو تیم میده تو لباسا را چرا پوشیده بودی؟ چرا؟ اینی رو بابا این گیاه پوشیده بود نه تو چرا پوشیده بودی لباسا را؟ تو بود که ما گفتم میشه آرسی کنیم نمودیم میته یعنی آرسی چی را؟ آرسی میکنه که دستینی گفتم آرسی کنیم اون روز منافقه هم کردی منافقه نه موافقه موافقه کردیم خب گفتم خطا گرفتین؟ خطا چی کردی؟ بردم خطا که از بیادر تا خطا که از بیادر بردم پیش همسایه رفت غلام جان برد خواندش همسایه خواندش دوام نوشته کرده بود سلام نوشته کرده بود چیزای خوبش نوشته کرده بود خب دیگه چی نوشته کرده بود؟ بسیار چیزای خوبش نوشته کرده بود چی گفته بود؟ ایتا نوشته کرده بود اونو تو که از رادیو میگن اونو تو نوشته کرده رادیو خب بسیار گفا را میگه از رادیو خب چی گفته بود؟ چی نوشته؟ بسیار پروگرام ها داره پروگرام های بسیار زیاد داره یادم آمد که ایتو نوشته کرده بود که با اطلاع دوستان برسه چی؟ به اطلاع دوستان برسه؟ غلام جان او را خب به کسی میگن که فوت کرده باشه خب البته فوت کرده دیگه با چی خبر دارم چی؟ یعنی که فوت کرده بیادره که بازار بیاده که فوت کرده یعنی که فوت کرده این اطلاع دوستان که می باشه فوت میشه نمون که نوشته کرده چی میگی؟ راست میگی؟ همه تو نوشته کرده سلام دیگه با چی با خیرته با اطلاع دوستان رسیده کی با اطلاع دوستان رسیده؟ خسربانی تان گلره کشیدی چی؟ باشتی؟ باش که ما برو کی فوت کرده؟ میگه فوت کرده یعنی که خسربانی من؟ گردره که تو خدا نکنه
این گپ نزن آلی را کی گفت که فوت کرده ها؟ خط آمده بود باز ببردم پیش همسایه بازو خود که به ازلای دوستان برسه به ازلای دوستان برسه همسایه خان بزرگ شد زندگی ترکت باشه خوب کار خونه شد خسر برا جان امو خسر برای مستو که در جوان بود والا بعدی بسن که همه تو خسر برا دیگه پیدا میشه تلاش کنید چرا میشه چندان جوان نیست نه بادر جان گریان نبانه حالا خوشت دیگه خدا ببخشه حالا دیگه خانم مولداری رو بگیره که خیش قوم دیا شکر خیش قوم دارد تده ناله که لگی جب میخوره اینجا ده کاسه ایگه پاچه تو میشه سر سرش تا بگیریم بگه راست میگی فامیلی بیاید تو هم راست میگی ناله بازار جان بگو که چی بیاریم چی کنیم چی نکنیم بگو نکن گیریا نکن گیریا نکن گیریا غلام اینا بگو امو وقتی یادت میاد که اون کتاب بازی میکردیم تا میگیره که درخت تو چطوری فیلنگی های شما جمع میکرد تو گفته چلا آره دیگه من گفته چلا دیگه این دمه دیگه پخته نمیکنه بسیار بد شد بسیار بد شد آره دیگه خیلی بگویده که چی کنه روز خود میره بگوید که چی کنه راست میگه غلام جان آره راست میگه باشه ای خدا همیان راست میگه آره روزا میره نان کلکی سر ما جب میخوره کلکی در خانه ما آخر میگه خسر بره شیر آقا مرده آره گیرانه بس برید راست میگه خرج گفتی آره بگونه تو خود یک طرح یک دم حساب کتاب میفهمی خود دیگه والا مرچ کارد روغن کارد پیاز کارد هر چیز کارد آره این خوب است که نمی اولادهای ما مونه نیست رفته اگه نال نگوی که در مردهداری بیادرم خوب مردهداری نکردی خب بگو کالما چقدر برین بگیریم غلام جان یک دستیر برنج بگی بخیر یک دستیر برنج بزن دستیر برنج غلام دستیر برنج چقدر نمک بگیریم نمک؟ یک 15 سر نمک بگیر 15 سر؟ شوروا پخته میکنی؟ راست میگه شوروا پخته کنیم یک دو پاکت نمک بزن دیگه چی بگیره؟ گوشت چقدر گوشت بگیره؟ گوشت یک شتر بگیره یک گو یک گوسفند یک چند تا بر چی گپ است؟ یک دونه گوسفند بسد کاش کمی دستوش نمیشد کلا پاچه رو چقدر دوست داشت دیگه حالا باش حالا چطور کنیم غلام آره گپسی بزن میوه جات چی بگیر؟ میوه دیگه شما بگوی چی بگیر؟ این دفعه دیگه تربوز بگیره تربوزه بگیره این سیب بنا اینو میگم کدو میگه راست میگه وای بابا دیگه چی بگیریم؟ اینا بگو کلام شما رو من کم میزنم چی گفتم؟ شما گفتید که به ازلای دوستان برسه کی به ازلای دوستان برسه خون یک دفعه گفتی دیگه دیگه صحیح شد دیگه چی بگیریم؟ دیگه اینا ترکاری بگیرین نیخو ترکاری چی بگیریم ترکاری اینا می نوش پیاز بگیرین گشنیز بگیرین نانا بگیرین رومی بگیرین مرچ بگیرین سنجد بگیرین سنجد هم بگیرین سنجد چی ترکاری راست میگه تا مجب گپای میزنی درخت خسوز بکنه دیگه بس دیگه اینا از همه مهمتر
امی خواره گلشان خواهد نان و مرده خانه پرید آوا کباب بگم بابا گفتک کباب داشت گفتک قندی گلشان ندیگه قندی گلشان وا خود چلمیسته یک در دوزال از چلم یک بوجیتا باکو و او خوره گلشان باز بگو و خود نسواریسته یک چند خلط نسوار برشان بخره دیگه چی بگیریم؟ خب بگویم که ناوقت میشنه این خودتر بریم یادتون نه که مرا نیار رو آده که میدینم پیسی نسوار ممیر سلام علیکم خیریت هست خیریت بایدای دوستان رسید بیادر جان خوب شد که آمد چی وقت؟ این خودتر بره دیگه ما خودی دیده بله دیدیم دور از دی باشه خدایی را خدا گیرم بیادر کسی چی وقت؟ میگن بایدای دوستان رسید خطش آمده بود نوشته بود که بایدای دوستان برسید این روز بر من خطش آمد خط بود از خط خود نوشته کرد بعد از خط کس نوشته میکنه؟ میشه بود نوشته کرده باشه الان من دروغ میگم خطی که میکن سر خیالشی که من دروغ میگم راست میگه اون خط خونده ده خط آمده یالا چطور آدم خوب بود بسیار خوب آدم ازی که ده بسیار خوب آدم دیگر خنده میکنیم در روز غم دیگر کنیم من ایران هستم که به وضعیت شما بخندم یا گریه کنم نمیفهمم گریه کن شما این خط درست خوانده که چی نوشته کنم؟ من خود یاد ندارم در این دیگه چیز نوشته است خط آل من براتون درست میخوانم شما گوش کنید باشه من خواننده نمیبودم خیلی نوشته کردن که احترامات خود را خدمت همه فامیل تقدیم میکنم خیلی از طرف ما به کلی مطمئن باشید که خیریت است من با نامزدم عروسی کردم چند روز بعد نزد شما میاییم خبر خوشی عروسی ما را به اطلاع همه اقوام و دوستان برسانید. خیلی ببینیم این اثر بخواد خبر خوشی عروسی ما را به اطلاع همه اقوام و دوستان برسانید. الله شکر مبارک چشمکتان روشن او رقم گفته به اطلاع یک جور کلام برات میخرم باز که بیبیت بیای بخیر نه چرا تو گفتی ما رسخن میکنی؟ دروغ گفته برای چرا غلط خونده؟ نه غلام ما رسخن میکنی و چرا غلط خونده؟ نه گناه غلام گناه کی؟ همش گناه عزیز که شما سواد ندارین و بی سوادید. اگر شما سواد می داشتین اگر بیل از من نمی رسیدم شما حداقل 5-4 لک روپیه سودا می خریدین و پیسه در مصرف میشد و یک آدم زنده را شما مرده انداختین. همون خبر که غلام مرسی میگم امیال سر وقت سویده من میایم شما را کمک میکنم من میایم امروزتان درس میخوانم من وقت خودم مصرف میکنم شما را درس میکنم امیال سر وقت شکر زندگی خوب دارین هر چیز دارین سواد که ندارین هیچ فایده نداره بیاین مکتون کمک میکنم درس بخونین که سواد بیاموزین. خیر ببینید دادر امی گفت تو مرا خوش آمد راستی که شکر پیسه آمد زندگی آمد این خانه همه چیز راستی که من سواد ندارم گاهی اون میبینید در تجارت خانه ما من یک نفر ماماش میتونم که کار را پیش میبرم اینجا میینم من نال نیستی بودی آره نال یک مصرفش میشه اینا رو من میکنم من کار میکنم به شرطی که غلام جانم درس بخونه دیگه این باز نشه که بوی من یاد ندارم یک اتاق امیال من در اختیار میگذارم تماما کتاب قلم کاغذ کلی سرم همینجا فقط درس بسیار من روزانه 3 ساعت تا 4 ساعت 5 ساعت میم درس میخوانم در کوچه هر 3 نفرای دیگه که بی سواد است اونا رو جمع بکنیم من میام امروزتون از 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت کار میکنم درس میخوام چه خوب آدمه اول ما شامل میشم تو خب میخوانی خیلی بریم دیگه نشان میده باشه غلام بیا در ما اتاق نشانت بشم بریم غلام جون جا جهم هستی؟ یا رفتن که درس بخونن موتی داری؟ میریستی؟ شاید که یاد گرفتی باز یک خط موتی نوشته میکنم که من نوشته کنم یک که بریم جانه برگیگه